متن روایت اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله، این صیغه مفید دوام و استمراره. کان رسول الله، کار دائمیش این بود، نه تنها به نحو اتفاق. کان رسول الله یکثر تقبیل فاطمه فانکرت ذلک عایشه. فقال رسول الله یا عایشه انی لما اسری بی الی السماء دخلت الجنه فادنانی جبرائیل من شجرت طوبی و ناولنی من ثمارها فاکلته. خصوصیت روایت اینه که مایه تکون بدنی او باید در مقام ابیتو عند ربی یطعمنی محقق بشه و این حقایق بهتاور منتها نه برای هر کسی، برای اونهایی که به عظمت اسراء در اون شب واقفن و به اون قربی که اون شب محقق شد و بعد بفهمن شجره طوبی چیه، اوصاف اون شجره چیست. شجره ای که هیچ قصری در بهش از قصور همه انبیا و امم نیست، الا این که یک رشته از شجره طوبی در اون قصره. از همچنین درختی تکوین شد اون نطفه‌ای که مبدأ تکون جسمانی او بود. بعد که فرمود من به زمین آمدم و خدا
از اون ثمر شجره فاطمه را به من داد. بیان حضرت اینه: فما قبلتها قط، هیچ وقت قط نشد که او را ببوسم و بوی شجره طوبا را استشمام نکنم. کسی که بدن اونه آیا روحش چیه؟ در اینجا بحث مفصلی است. در مباحث عمیقه ارتباط روح و بدن و تناسب بدن با روح، با توجه به اون دقایق، اگر بدن از درخت طوبا باشد، مبدأ جسم از اونجا باشه، مبدأ روح از کجاست؟ اگر بدن چنین بدنیست، نفسی که به چنین بدنی تعلق میگیرد، اون نفس چه نفسیست؟ اینه که وقتی این حقایق روشن بشه، معنای بیان امام ششم تا حدی واضح میشه. چرا فاطمه نامیده شد؟ چرا فاطمه از فتم قطع فرمود فاطمه نامیده شد؟ چون خلق از معرفت او منقطعند. دست عقل را از نیل به مقام منیش قطع کرد. برهانش هم اینه، اگر بدن اینه، اگر مایه جسمانی از اعلی علیینه، آیا خمیره روحانی از کجاست؟ اینجا روشن میشه باد بیان خود امام ششم که روح از چی مخلوقه. بدن از درخت طوباست، اما روح من نور عظمت الله. اینم مبدأ روحه، من نور عظمت الله. دیگه اینجا قلم هر نویسنده‌ای میشکنه، بیان هر فقیهی و حکیمی الکنه. بدن از درخت طوبا
روح از نور عظمت خدا، اون وقت دل شب این بدن زیر خاک بره و کنار این بدن رادمرد عالم امکان بگوید ای کاش زنده نبودم و همچه وضعی را نمیدید.